25 январ سال 2023 تخمیناً ساعت 19:00 دقیقه راننده автомашини тамغаи Opel Astra بابویف شاه جهان سال تولدش 1994 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت خستیورز نویه باباجان غفوروف به سمت شهر خوجند در راه ماشینگرد جماعت دیوت خستیورز از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد هابیلوف شاهروز سال تولدش 2005 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد هابیلوف شاهروز از برداشتن جراحت جسمانی در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. آیز بین حادثه تحقیقات ادامه دارد و شعبه وزارت کارهای داخله در نویه رشت با عریضه مرد 48 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 21 ینوار سال 2023 مرد 57 ساله ساکن همین نویه در راه مرکزی شهر غرب به طریق زوروری از جیبش 2400 سامانی را گرفته از جای حادثه غیب شده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه جوان 25 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 23 ینوار سال 2023 تخمیناً ساعت 16:00 دقیقه شخصان نامعلوم از گوش دختر نابالغش یک جفت گوشوار طلاییش را مجبوری کشیده گرفته از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 1300 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن شهر مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. آید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 59 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 25 ینوار سال 2023 شبانه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا $29,000 امریکایی و 50,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 340,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 ساله ساکن شهر اسفره با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 25 ینوار سال 2023 تخمیناً ساعت 9:30 دقیقه با راه پنهانی به خانه استقامتی جوان 21 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از آنجا یک سر چاره‌های کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.